برنامه اخبار را ادامه میدیم. تعمیر راهها، تامین اهالی با آب و دسترسی پیدا نمودن آنها به خدمترسانی‌های گوناگون و چرخان‌کنی کوچه و محله‌ها از سمت‌های اساسی نقشه‌چاره‌بینی‌های ناحیه شهرینو به خاطر استقبال 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان به حساب می‌رود. گزارشی خبرنگاران ما. корҳои ободониро ба истиқболи 30 солагии истиқлоли давлати сокинони ноҳияи Шаҳринав аз хона ва маҳалли зисти хеш оғоз намуданд. иқдоме ки чун анъана дар ин ноҳия пеш гирифта шудааст, ин бунёди дарвоза дар даромадгоҳи ҳардеҳа ва гузоштани лавҳа бо ишораи нишонӣ дар кӯчаву хиёбонҳо мебошад. аллакай 4 дарвоза сохта ба истифода дода шуд. дар боқимонда дарвозаҳо корҳо рафта истодааст ва рӯзҳои наздик ба анҷом мерасанд. تصمیم گرفتیم که دروازه‌های زمانوی که امروز ما ساخته ایستادیم 100 ساله‌ها برای مردم خدمت رسانی کند. در شفت راهی автомобилгарди Dushanbe Турсунзода 25 عدد دروازه زمانوی بنیاد می‌گردد. دروازه‌ها با نظرداشت صنعت معاصر معماری ساخته شده به صفت هر کدام آن اهمیت اولین درجه ظاهر کرده می‌شود. برای بنیادی دروازه‌ها همه ساکنان سهم گذاشته در برابر تامین مسائل ساختمانی همچنین اجرای کارها را به طور حشری دسته‌جمعانه انجام می‌دهند. غیر از شفت راهی автомобилгарди Dushanbe Турсунзода در دهه‌های داخلی نیز بنیاد و به استفاده دادن دروازه‌های زمانوی ادامه دارند. وقتی که مهمانان از دیگر ناحیه‌ها به ناحیه ما تشریف می‌آوردند نمی‌دانستند که کدام دهه در کجا جایگیر است. من امروز با شرافت استقلال از همین دروازه‌ها نام‌های دهه‌ها معلوم کرده ایستاده است. نقشه چاره‌بینی‌ها را بخشیده به استقبال سزاوار جشن بزرگ ملی 30 سالگی استقلال دولتی در ناحیه شهرینو مسئولان چنین شرح دادند. 411 انشاءات به نقشه گرفته شده است و تا امروز 226 انشاءات مورد بهره برداری قرار گرفت. از شماره عمومی دروازه‌های بنیاد شونده 12 عدد آن در حدود دهات چوست به نقشه گرفته شده است. اولین شده از این دروازه‌ها در دهه سنگمله با جلب صاحبکاران و اهالی دروازه زمانوی را به استفاده دادند. در جماعت دهات شهرینو، جماعت دهات باغستان، جماعت شهرکی به نام میرزا ترسزاده که اساساً در اونجا کوچه ها هستند، در اونجا ما لوحه ساختیم. لوحه‌های سوراخ‌آوی نیز در درآمدگاهی هر کوچه با اشاره معین کننده از اقدامات میباشند که کارافتادگان به مواجه روبرو نشده سوراخ‌های درکاری را سری وقت پیدا میکنند. چون این لوحه‌ها باری نخست در دهات شهرینو یعنی کوچه و محله‌های مرکزی ناحیه نصب گردیده، امروز در دیگر دهات نیز این اقدام ادامه یافته ایستاده است. با جلب صاحبکاران خود شهروندان امروز 10 لوحه ساخته به ایستاد داده شد که عین حال شما در نزد که از این لوحه‌ها قرار دارید و ما نیت داریم تا 30 سالگی تمام کوچه‌های حدود جمع دهات شهرینو همه گونه لوحه‌ها سازیم و 2 دروازه زمانی که در شاهراه قرار دارد، یکی دروازه محله شریف آباد و دیگر کوچه‌ای به نام استاد ابوعبدالله رودکی است. با مرام کارهای ساختمانی ادامه دارد. روند کارهای سازندگی را ساکنان ناحیه شهرینو در دیگر سمت نیز وسعت بخشیده نقشه دارند تا سال 2021 یعنی فرارسی جشن مهم و تاریخی برای ملت تاجیک 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان مشکلات موجوده را در ساحه راه و نقلیات، آب تامین کنی، دسترسی به خدمت‌رسانی‌های گوناگون و غیره به پررگی برطرف نمایند. صدر نصیرالدین اهل‌نی کریم از ناحیه شهرینو برای برنامه اخبار.